چطوری آیرن گولم رقصون درست کنی. منظورت این آیرن گولمه؟ خب همه اینو اومدن یاد داده ولی هیچ کس برای موبایل یاد نمیده. انگار موبایل پلیرها اهمیت ندارن. رسول اینجاست. برای اینکه یه همچین چیزی رو تو ماینکرافت موبایل بسازی، اول 4 تا دونه استیکی پیستون رو به سمت خودتون این شکلی میذاری، بعد 4 تا هم بلاک آهن جلوش، حالا 2 تا بلاک هم این شکلی پشتش میذاری، یه ردستون تورچ اینجا، یه دونه هم اینجا، بعد یه ردستون ریپیتر این پشت میذاری، یه تیک بهش میدی. حالا این دور تا دورم پر از بلاک میکنی این شکلی. حالا 2 تا ریپیتر اینجا، یه تیک به هر کدوم میدی، 2 تا ریپیتر هم این پشت، این 2 تا عقبیه رو تیک نمیدی. بعد حالا اینا رو با ردستون میکشی پایین به هم وصل میکنی، یه دونه میدی عقب. بعد این ردستونه که اینجا هست و یه ابزرور میذاری که پشتش به این ردستونه باشه، روبروی این ابزرورم یه ابزرور دیگه میذاری. حالا مونده یه کله پامکین هم اینجا بذاری. حالا به همین زیبایی برات کار میکنه. این جالایکی رو پر نمیکنی؟